حکایت 41 از باب دوم گلستان. این حکایت شنو که در بغداد رایت و پرده را خلاف افتاد. رایت از گرد راه و رنج رکاب گفت با پرده از طریق عتاب. من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم. من ز خدمت دمی نیاسودم، گاه و بیگاه در سفر بودم. تو نه رنج آزموده نه حصار، نه بیابان و باد و گرد و غبار. قدم من به سعی پیشتر است، پس چرا عزت تو بیشتر است. تو بر بندگان مهرویی، با غلامان یاسمن بویی. من فتاده به دست شاگردان، به سفر پای بند و سرگردان. گفت من سر بر آستان دارم، نه چو تو سر بر آسمان دارم. هر که بیهوده گردن افرازد، خویشتن را به گردن اندازد. رایت یعنی علم و پرچمی که همواره پیشاپیش سپاه در حرکت است. پرده یعنی شادروان و پارچه ضخیمی که جلوی مدخل و ورودی بنا نصب می شده و یا حد فاصل اندرونی و بیرونی بوده است. گرد راه یعنی گرد و غبار راه. رنج رکاب به معنی سوار شدن بر اسب و در اصل حلقه‌ای است فلزی که برای سوار شدن به اسب پا بر روی آن می‌گذارند. عتاب یعنی سرزنش، تندی کردن. خواجه تاش غلامان بنده یک خداوندگار و یک ارباب رو میگویند. بارگاه یعنی دربار. گاه و بیگاه یعنی وقت و بی وقت. حصار دژ و اینجا محاصره شدن. سعی کوشش و تلاش. بیشتر یعنی اضافه تر، جلوتر. مهرو یعنی ماهرو زیبا. یاسمنبو خوشبو. شاگردان اینجا منظور سربازان. پایبند مجبور. سر بر آستان دارم یعنی سر به راه و افتاده درگاه و بارگاه پادشاهم. مانند تو سر بر آسمان ندارم. بیهوده بی جهت به گزاف. گردن افرازد یعنی سر به هوایی و گردن کشی کند. به گردن اندازد یعنی سرنگون شود.